هم نیا. صادق سلام از ما. چه حال خبر؟ سلامتی. چشه؟ سگ مطلب نمیدونم چه نگوشه داغ میکنه. از تصمه نیست؟ طرف خرمشهر میدهی؟ فرمایش. والا موتورمون پایین مونده. وانته بعد شانسی بنزین تموم کردم. مگه نمیبینی ازا گرفتیم؟ اینشالله طورش نیست. حالا که هست همین ده پایینه بالای قهوه خونه اول. اگرم راه بیفته نیم ساعتی دم اون قهوه خونه وای میسیم ناشتایی کنیم. مگه چشه؟ حساب کتاب نداره. دیشب که حالا تو این جاده باش پرسه زدیم آخ نگو. صبح که حالا قدم به قدم افکار بیستا پس نمیبریم؟ استغفرالله. دو فرسخ را پیاده اومدم گمونم حالا باید پیاده برگردم. خب چی کارشون کنم؟ بچه‌م میده دارن بازی آقا میکنم. میشه یه خواهشی بکنم؟ ماشینم دم اون قهوه خونه بنزین تموم کرده. شخصی کرایه که نیست. این روزا مردم مسلمانی یادشون رفته. برو سر جاده ماشین زیاده. این روزا آدم میترسه تو جاده کسی رو سوار کنه. از کجا معلوم که یارو خود قاتله نباشه؟ آدم که کف دستشو بو نکرده. ای آقا یه نامسلمون یه جاده رو نامسلمون کرد. بله درست. چند تا زدی؟ 60 تا. بیا داداش 3 تا کپون میشه 60 تا دیگه ها. خداحافظ بایی. موفق باشی. یارو بیچاره هنوز اونجا بایستده. دیشب تا حالا خفه شدیم بس که مسافر این ور اون ور بردیم بی فایده. انگار یه جایی دیدمش. میشناسی؟ دیدمش. آره روزی که زنش مرده بود. زنش مرده؟ آره دوباره سرگروبان ولی خانه دیگه. کدوم ولی خان؟ اون پاسگاه نرسی و اندیمه. هیچ وقت اون بره نبودم. یه سوار شد. اون گروبانه که چند وقت پیش دخترش کشتن زن این بود دیگه. انگار یه چیزایی شنیدم. شوفره؟ یه قهوه خونه دم پاسگاه دارم شاید فروخته باشه. میخوای سوارش کنی؟ بد نیست. ثواب داره. باش. بابا همون یارو کی؟ اون که در پمپ بنزین بود دیگه. پمپ بنزین 100 دفعه گفتم وقتی لقمه تو دهنت حرف نزن. نور برای خان نمیذاشتم بری. تا شما بگی نشته بیاره من یکی پیدا کنم یه نگاه به ماشین بندازم. 3 تا چایی چند تا تخم مرغ. نیمرو یا هست. تو چی میخوری؟ نیمرو. نیمرو. بابا اول تو رو نشناختیم. ای مگه مرض داری؟ باز که شروع کردی بی تربیت. یه دقیقه راحت نشسته بوده ما. دستتو بنداز. الان جنگ میشه.
گفتت کجا قربان عادت شد. قربان شماره دید دست پاچه شد. دیشب تالا حواسش جمع بود. کسی شک نبردی؟ دیشب تالا کلی مسافر سوار کردیم اما به هیچ کدومشون شک نبردیم. آخرش هم اونجاست قربان. این یکی اصلا آشنا از آب در اومد. کی بود مگه؟ دوماد سرقربان ولی خان بود. مال سرقربان ولی خان؟ بله همونی که زنشو کشتن. حالا کجاست؟ اونجا نشسته قربان. گفتی چی میشه؟ دقیق کن. این یارو کوش کی؟ همین که با ما بود. از اون طرف رفت. جناب سروان باید همین دور و برا باشه. ببین کجاست کارش. اطاعت کن. چی شده بزنم بگو؟ یارو هفتیر داشت. باز چاخان کردی؟ نه به خدا چاخان نکردم، خودم دیدم از جیبش در آورد. به خدا هفتیر داشت. چی داشت؟ هفتیر. چی داشت؟ تفنگ. دنبال منه. بزن کنار میگردم. بابا چیزی نیست. معذرت میخوام جناب سروان، اتفاقی افتاده؟ کسی با شما سوار نشد؟ نه. کلید صندوق عقب بازه. جناب سروان ما رو خیلی معطل کردید. تکلیف ما چی میشه؟ خیلی معذرت میخوام. شما میتونید تشریف ببرید. خداحافظ. قربان قهوه خونه رو زیر و رو کردیم، انگار آب شده رفته تو زمین. گیر آوردنش دیگه مشکل نیست. بریم پاس کن.
خودشه، به مولا خودشه، خودشه. اصلا هموش هم نظر اول شناختمش، اما یادم نبود کجا دیدمش. همش تو این فکر بودم کجا دیدمش. اگه حقی نداشت و کف وقت تحویلش میدادم. هموش هم همچی که چخیه رو زدن کنار شناختمش. به چشم خیلی یادم. صحت مزاج تو میدونستی؟ پس چرا به من نگفتی؟ میدونم که دومادته، میدونم که شوهر دخترته، اما تو باید به من میگفتی. 6 سال آزگار تو این بیابون برهوت با هم کار کردیم، عرق ریختیم. من مثل چشمای خودم به تو اطمینان داشتم. هر وقت که به اون شک بردم به خودم لعنت کردم. فکر میکردم اگه دست از پا خطا بکنه تو به من میگی. اون خون جلوی چشمشو گرفته سرگروه بان ولی خان. تو چرا چشماتو رو هم گذاشتی؟ جاده ها از خون سرخ شده. اگه دلت میخواد حرمت 30 سالت به باد بره سکوت کن. اگه دلت میخواد بعد از 30 سال خدمت پیش هم قطارات سر شکسته بشی سکوت کن. دلت میخواد؟ دلت میخواد؟ تو خودت خوب میدونی که دیگه دیر یا زود هر جور شده گیر میفته. دیگه قتل عام بسه. بگو کجاست؟ خیلی وقت به ما سر نزده. مرد تو خودت 30 ساله که اهل قانونی. اگه این لباس تو از تنت در بیارم دیگه خودتو تو آینه نمیشناسی. هنوز دیر نشده. میدونم برات مشکله، اما اگه بازم اومد سراغت به من بگو. باور کن کمکش میکنم. قول میدم. صادق تو اینجا چیکار میکنی؟